کی گفته خیانت جذاب نیست؟ قبول نداری؟ بیا تا بهت بگم. بذار یه مثالی برات بزنم. فرض بکن پشت فرمون نشستی یا آهنگ هیجان انگیزم گذاشتی و داری با سرعت یه مسیری رو طی میکنی. تو میدونی که این کار خطرناکه و حادثه آفرین ممکنه باشه، ولی به یه سری بهانه این کارو میکنی. 1. آهنگی که گذاشتی، 2. کسی که کنارت نشسته، 3. جوی که توش قرار گرفتی. اون لحظه باورهای تو عوض شده. خب روی صحبتم با تویه که میگی خیانت کردن جذاب نیست. نظر منم همینه، ولی وقتی از مراجعینم میپرسیدم که چرا خیانت کردین، یه جواب واحد بهم میدادن. میگفتن همسرمون یا پارتنرمون به نیازهای اساسی ما پاسخی نداده. بهش میگفتم خب چرا جدا نمیشدی؟ گفت به خاطر بچه‌م، به خاطر شرایط مالیم و به خاطر چیزهای دیگه. پس راحت ترین و جذاب ترین راه چیه؟ خیانت. اون باورهاشو به خاطر شرایطی که توش بود تغییر داد. پس مراقب باورهات باش. نظرتم راجع به خیانت برام بگو.